فیلم رمز ناشناخته به کارگردانی میشائیل هانوکه محصول سال 2000 است. میشائیل هانوکه فیلمساز آلمانی تبار که در اتریش بزرگ شده است، یکی از بحث برانگیزترین فیلمسازان دهه اخیر اروپا به شمار می آید. او متعلق به سنت سینمای روشنفکری اروپا است و تقریباً از همان قواعد در فیلمهایش پیروی می کند. همان گونه که در فیلم رمز ناشناخته هم می توان دید از ویژگی های سینمای او کاوش در ظاهر متمدن دنیای مدرن و برکشیدن نقاب از این جامعه و نمایش خشونت و بدویت جاری در آن است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بینندگان عزیز. در فیلم رمز ناشناخته کد آننون محصول سال 2000 میلادی که با کمک آلمان، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی در فرانسه و مالی به خصوص فیلم برداری شد، ما داستانی رو دیدیم که به طور خلاصه ناگزیر هستم اون رو در وقت بسیار بسیار فشرده برای شما تعریف کنم. خانم آن که نقش او رو جولیت بینوش، هنرپیشه بسیار توانای فرانسوی بازی میکنه، در یکی از خیابان‌های نچندان شلوغ پاریس داره رد میشه بره به سر کار خودش، چون 40 و چند دقیقه دیگه باید در سر صحنه فیلم برداری حاضر بشه. برادر شوهر او، پسر 16 ساله طغیانگری که از روستا به پاریس فرار کرده، او رو در خیابان میبینه. خانم آن برای این پسر 16 ساله که برادر شوهر اوست یک ساندویچ میخره. این پسر بعد از خوردن غذای خودش کاغذ مچاله شده این ساندویچ رو در دامان یک زنی که در کنار خیابون داره تکدی میکنه و ملیت اون رومانیاییه و به صورت یک جور مهاجر غیر قانونی در اونجا داره تکدی میکنه، این تکه کاغذ مچاله شده رو میندازه. یک پسر 20 و چند ساله سیاه پوستی که دیگه در پاریس متولد شده و فرانسوی حساب میشه با نام آمادو این حرکت او رو میبینه، یقه او رو میگیره، با خشونت بهش میگه که باید از ماریا یا این زن فقیر عذرخواهی کنی. پای پلیس وسط کشیده میشه و بعد تصادفاً حس یکی از این پلیس ها حسی است کاملا نژاد پرستانه. پسر سیاه‌پوست رو به زندان میندازن، ژان 16 ساله آزاد میشه و با رمز خانه خانم آن به خانه این زن وارد میشه. اما شوهر این زن، یعنی برادر ژان که جورج نامیده میشه، او عکاس جنگ و در کشورهایی که در حال جنگ یا بحران جنگ رو دارن عکاسی میکنه و در آغاز فیلم در کوزوو به سر میبره. این خلاصه قصه‌ای بود که برخورد یا به اصطلاح تضاد بین فرهنگ‌های مهاجر که به سمت پاریس هجوم میارن و مهاجر هستند و در این شهر فریبنده فکر میکنن که آرزوهای گم شده خودشون رو میتونن پیدا کنند روایت شد. مورد تحسین جشنواره فیلم کن واقع شد و کارگردان اون مایکل هانک است. کارگردان توانایی که نوآوری کرده، ساختار شکنی کرده و یک نوع سینمای پست مدرنیسم رو عرضه کرده. در آغاز این گفتگو مهمان برنامه رو به حضور شما بینندگان ارجمند معرفی میکنم. آقای دکتر سید محسن فاطمی. از شما بسیار تشکر میکنم آقای دکتر که یک بار دیگه به ما افتخار دادید در این برنامه شرکت کردید. شما برای ما بگید که در این قصه‌ای که به نظر پراکنده میاد از هم گسیخته است، ولی تمام منتقدان دنیا قبول دارن که کاملا انسجام داره، زیرا برابر با فرمول‌های رایج ساخته نشده. پدیده‌ای به نام جاکستاپوز یا پدیده‌ای که از کنار هم قرار دادن عناصر و عواملی که هیچ شباهتی به هم ندارن، هیچ تجانسی بین اونها دیده نمیشه. قصه های ناتمام چند سفر. اما یک معنای سوم از اون بیرون میاد. آیا مایلید برای ما سخن بگید راجع به 45-6 قسمتی که به ظاهر تکه تکه است، مثل یک معمایی که به صورت پازل روی مقوا از هم دیگه
پخش و پلا شده. آیا مایل هستید برای ما از این منظر سخن بگید یا در مورد در کنار هم قرار دادن فرهنگ هایی که به خوبی در فرانسه و به ویژه در پاریس که شهر فریبنده است و تمام جوانای دنیا حتی جوانای امریکایی و کانادایی آرزو دارن این شهر رو ببینن یا در اونجا زندگی کنن، ولی شهری است پر است از تمام تضادها. برای ما حرف بزنید آقای دکتر فاطمی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که خدمت شما هستیم. اجازه بدید راجع به خود کد یا رمز که ارتباط مستقیم با فیلم داره کمی بیشتر صحبت بکنیم. رمز در ورودی خونه عوض شده. رمز ناشناخته در چندین بعد خودش رو در این فیلم نشون میده. ابتدا میدونید که در مطلع فیلم قبل از اینکه بخشی که شما فرمودید شروع بشه، ما یک دختری رو میبینیم که با استفاده از زبان بین‌المللی نشانه ها با حرکات پانتومیم موضوعی را سعی میکنه منتقل بکنه و بچه ها در ارتباط با اون کلمه حدس های مختلفی رو میزنن. بعضی ها میگن محبوس، بعضی ها میگن غمگین و حرف های زیادی رو میزنن و هیچ کدوم از این حرف ها دلالت بر اون حرکت نمیکنه. دشواری ارتباط و اساساً اینکه ارتباط ها بسیار دشوار هستند. وقتی ما از کد صحبت میکنیم، از رمز صحبت میکنیم، در هر پیامی، در هر ارتباطی، برای اینکه ارتباط انجام بشه ما باید اینکود بکنیم و طرف دیگه دیکود میکنه. البته از لحاظ روانشناسی ارتباط مدل های مربوط به رمزگشایی در طول سالهای اخیر تغییر کردن. مدل های جدیدی در ارتباط با ادراک و زمینه های مربوط به ادراک در حوزه رمزگشایی خودشون رو نشون دادن. اما یکی از نکته های اساسی فیلم اینه که ارتباط دشواره. فهمیدن ارتباط از ابعاد مختلف دشواره. یکی ابعاد زبان شناختی قضیه که اگرچه دو نفر از یک زبان ممکن استفاده بکنند، اما علیرغم استفاده از یک زبان در همون زبان دشواری های بسیار زیاد هست. ممکنه شما از میز صحبت بکنید و به کل میز بیاندیشید و من به پای میز نگاه بکنم. از سوی دیگه علیرغم زبان شناختی قضیه و بعد ارتباطی قضیه، بحث گرامر درک از جانب ویتگنشتاین مطرح میشه، grammar of understanding، و اون اینه که ما ممکنه مطلبی رو از لحاظ جمله و از لحاظ زبان بفهمیم، اما تا زمانی که نتونیم با چهارچوب‌های عاطفی، هیجانی و فرهنگی اون مسئله آشنا بشیم، ارتباط ما بسیار بسیار ناقص خواهد بود. فیلم روی این نکته هم تأکید میکنه که چطور ارتباط و فرهنگ و زبان میتونه در حاله از ابهام ها قرار بگیره. از طرف دیگه مایکل هانکه با این فیلم تفسیر زندگی مدرن را به صورت‌های مختلف با اعتراضات گوناگون مطرح میکنه که ما فکر میکنم به تفصیل در موردش بتونیم صحبت بکنیم. و در کنار این یکی از نکته هایی که در ارتباط با این رمز در صور مختلف در فیلم نشون داده میشه اینه که هانکه هم دینوتیشن یعنی معانی لفظی برخواسته از دیکشنری و هم کانوتیشن که معانی مربوط به تداعی معانی و معانی مربوط به هیجان‌های برخواسته از حوزه‌های مختلف هست را با یک نوع بن‌بست روبرو میکنه. به معانی هسته‌ای و کور مینینگ که در معناشناسی و سمنتیکس تا سالها یک کتاز جلو میرفت حمله میکنه و در کنار معانی هسته‌ای و اصلی به معانی حاشیه‌ای و مارجینال اشاره میکنه. همونطور که میبینید در یکی از بخش‌های فیلم افراد با صفت‌های مختلف توصیف میشن، صفت زشت، زیبا، غمگین، شاد و صفت‌هایی که در کنار معانی هسته‌ای میتونن خودشون را نشون بدن، اما در کنار معانی هسته‌ای او به معانی حاشیه‌ای بسیار عمیق میخواد اشاره بکنه. همونطور که فرمودید در ارتباط با فیلم ما سکانس های مختلفی رو میبینیم که به ظاهر پراکنده هستن. خود این نشان دهنده اینه که کارگردان از شکل متداول داستان تبعیت نمیکنه، اون شکل رو میشکنه و در کنار این شکستن شکل متداول داستان جاکستاپوز هایی رو قرار میده که اینجا نکته بسیار مهم اینه که ما در مورد این مجاورت در کنار هم قرار دادن ها باز از لحاظ رمزگشایی میتونیم بسیار بحث بکنیم که شکستن داستان و شکستن شکل متداول داستان از ابعاد مختلف میتونه در کنار. اجازه است من یه نکته عرض کنم. همین جاکستاپوزی که شما بهش اشاره کردید چند چیز ناهمگون رو اگر در کنار هم قرار بدهیم و بعد معنای سوم و چهارمی رو از درون اون بتونیم بیرون بکشیم، این کاری که هانکه کرده در فیلم رمز ناشناخته
واقعا لازمه از زبان نشانه ها، معنا، متافور، کنایه، استعاره ها اینو باید بیرون بیاریم، برای اینکه این فیلم به راستی همون گونه که شما گفتید ساختار شکنی کرده. یک فیلمی است که در دنیای سینما به طور کلی میتونیم بگیم که یک سینمای پست مدرنه یا پسا مدرنه. چرا؟ به دلیل اینکه ظاهرا به نظر میرسه که 46 قسمت از موضوعات فصل بندی شده که در سینما ما به اینا میگیم سکانس پلان، دوربین در یک جا به صورت طولانی. در آغاز فیلم میبینیم 9 دقیقه خانم جولیت بینوش که داره میره، این خانم آن 9 دقیقه توی یک محلی از پاریس داره به صورت تراک شات یا روی چرخ داره حرکت میکنه.